کوروش پسری 17 ساله است که تا این سن بسیار خوب درس خوانده و نمراتش نیز عالی بوده. پدرش مطمئن است که او میتواند در رشته پزشکی جزو رتبه‌های برتر شود. از دوران دبستان به او میگفت: آفرین پسرم، امیدم به این نمرات 20 توه. اگه در دوره اول دبیرستان در امتحان تیزهوشانم قبول بشی، بابا دیگه خیلی دوستت داره. به این ترتیب پدر کوروش در هر فرصتی به کوروش به خاطر نمرات افتخارآفرینش دوست داشتن خود را ابراز میکرد. حتی کوروش هر زمان که در درس نمره برتر کلاس را کسب میکرد، جایزه‌ای ویژه داشت. از طرف دیگر کوروش در نوجوانی در ورزش والیبال ساحلی به خوبی درخشید، اما میدانست که پدرش بیشتر رغبت به درس خواندن او دارد. این تضاد وجود او را آزار میداد و در ناکجای درونش اضطراب موج میزد. هر زمان میخواست روی درس تمرکز کند، به شدت پاهایش را حرکت میداد. این اضطراب بیشتر وقتها با کوروش همراه بود، تا جایی که درست قبل از ورود به جلسه امتحان کنکور دچار استرس شدیدی شد و آن رتبه مورد نظر را کسب نکرد. پدرش به سرعت از او ناامید شد و بعد از آن رفتار خوبی با او نداشت. کوروش که تحمل رفتار نامناسب پدرش را نداشت، خود را مجبور به رفتن سربازی دید و خلاف انتظارش در منطقه مرزی دور از خانواده باید خدمت میکرد. به محض رسیدن به محل خدمت و دیدن شرایط نامناسب، استرسش بیشتر شد. به نحوی که شبها خواب نداشت. گریه میکرد. برای تحمل شرایط نامساعد آنجا شروع به خوردن قرص هایی کرد که بعداً فهمید این قرص ها اعتیاد آور بوده. بعد که فهمید بدون اون قرص ها نمیتواند بخوابد و کارهای روزمره اش را انجام دهد، فکر این که دیگر آب از سرش گذشته و هیچگاه ارزش و منزلت قبر را نزد والدینش نخواهد داشت، دست از سرش بر نمی داشت. چرا که کار اشتباه و دور از انتظار خودش و والدینش را انجام داده بود. کوروش می‌دانست اگر والدینش بفهمند که به این قرص‌ها اعتیاد پیدا کرده، دیگر او را دوست نخواهند داشت. افکار طرد شدگی اضطرابش را بیشتر و بیشتر می‌کرد. بنابراین تصمیم گرفت پیشنهاد یکی از دوستانش را برای جایگزین کردن سیگار و ماریجوانا به جای آن قرص‌ها بپذیرد. ابتدا این مسئله را از والدینش پنهان می‌کرد و این موضوع وی را دچار دوگانگی کرده بود. تاب‌آوری او آنقدر کم شده بود که دیگر نمی‌توانست شرایط سربازی را تحمل کند و فرار کرد. پدرش به شدت از دست کارهای او عصبانی بود و وقتی فهمید که سیگار هم می‌کشد به او گفت: امیدی به نجاتت نیست. بدبخت. هر کس پاش به این وادی باز بشه به فنا میره. آخرش کارتون خواب میشی. سربار جامعه، مایه ننگ و افسردگی و سرافکندگی. در نهایت با او قهر کرد و هیچ وقت با او در مورد احساساتش صحبت نکرد. سلام. میدونستی توجه مثبت نامشروط مهمترین و مؤثرترین عامل و ویتامین برای شکلگیری احساس ارزشمندی در فرزندانتون هست؟ همونطور که توی داستان کوروش و والدینش شنیدید و دیدید، کوروش فرزندی بود که بالاخص از سمت پدرش اصطلاحاً به شکل مشروط دوست داشته میشد. کوروش ذاتش به صورت مستقیم تعریف و تمجید و ستایش نشد. والدین از همون دوران کودکی، بالاخص پدر، کوروش رو بر حسب دستاوردهاش مورد توجه قرار میداد، مورد تحسین قرار میداد. به عبارتی در کوروش اینطوری شکل گرفته بود که من زمانی ارزشمندم، زمانی دوست داشتنی هستم، زمانی خوب هستم که دستاوردهای روشن، شفاف و خوشایندی داشته باشم. وقتی کوروش در این حالتها بزرگ شد، رسید به دوران کنکور، پشت کنکور موند، اضطرابش افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون گفت دستاوردهای من کاهش پیدا کرده، پس یعنی من آدم ارزشمندی نیستم.
وقتی کوروش به دوران سربازی در مناطق مرزی رفت که خود این موضوع به ذات ایجاد اضطراب داره، این قضیه بر اضطراب قبلیش اضافه شد، مشکل رو دوچندان پیچیده کرد. اونقدر که کوروش برای اینکه خودش رو آرام کنه ذره ذره رفت سمت سیگار، سمت قرص‌های آرام بخش، سمت مواد مخدر. و تیر خلاصی رو هم پدر اون هنگامی زد که متوجه شد کوروش رفته سمت سیگار. به بچهش گفت نه تنها دیگه تو رو دوست ندارم، بلکه هرگز به تو نمیشه اعتماد کرد. تو دیگه درست بشو نیستی. کوروش مدام با خودش میگفت آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب. همه بچه ها وقتی وارد این دنیا میشن یک معمایی دارن به نام دوستم داره یا دوستم نداره، دوست داشتنی هستم یا دوست داشتنی نیستم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها ذاتاً دوست دارن توجه دریافت کنن، احساس ارزشمندی رو در وجود خودشون بر حسب اون توجهی که دریافت میکنن احساس میکنن، ادراک میکنن. کاملا طبیعی است، کاملا نرماله. من و شمای بزرگسال هم این حالت رو داریم. دوست داریم احساس ارزشمندی کنیم، دوست داریم مورد توجه قرار بگیریم. اما در دوران کودکی برخی از والدین، بالاخص والدینی که خیلی نتیجه گرا هستن، والدینی که خیلی کمالگرا هستن، والدینی که خیلی کنترلگر هستن، اشتباهاً به جایی که به ذات فرزندشون پیام تو را دوست دارم، تو ارزشمندی، تو گل ما هستی، تو پسر یا دختر ناز ما هستی، به جای این پیام ها تمرکزشون میره روی دستاوردها. یعنی فرزندم زمانی تو برای من ارزشمندی که درست خوب باشه، زمانی تو گل بابا یا ناز مامان هستی که مؤدب صحبت کنیم، زمانی تو رو دوست داریم که اون کارهایی که ما میگیم رو انجام بدیم. اگر صدات بره بالا، اگر بی‌ادبی کنی، اگر حرف بد بزنی، اگر درست رو نخونی، دیگه تو رو دوست نداریم. تو بی‌ادبی، تو پرخاشگری، تو زشتی، تو دوست نداشتنی هستی. معمولا پیام هایی که برخی از والدین اشتباهاً به فرزندان عزیز و دلبندشون، نه با هدف بد، نه با نیت بد، ولی اشتباهاً به فرزندانشون میدن. همون اتفاقی که برای کوروش افتاد. بچه ها کم کم اصطلاحاً در یک فضای شرطی شده توجهی رشد میکنن. یعنی من زمانی میتونم به خودم احساس غرور داشته باشم، از خودم راضی باشم، احساس ارزشمندی کنم که رفتارهام، خروجیهام، اعمالم، دستاوردهام مورد تایید شمای والد باشه. و این قضیه تو مراحل بعدی گسترش پیدا میکنه، به همسر، به فرزندان، به همسایه، به همکار، به مردم، به دنیا. یعنی من زمانی حالم از خودم خوبه، زمانی خودم رو دوست دارم، زمانی احساس ارزشمندی میکنم که دنیا از من راضی باشه. همکارام، ارباب رجوع، همسایه، اقوام، خویشان. و اگر کسی از من راضی نباشه، حتی به اشتباه، با اینکه من عمل خطایی نکردم، با اینکه من سعی کردم درست زندگی کنم، ولی از خودم دیگه راضی نیستم. چرا؟ چون مثلا عباس آقا همکارم از من راضی نبود، مثلا خواسته من یک ضمانت وامش رو انجام بدم و من موقعیت این ضمانت رو نداشتم. اون از دست من ناراحت شد و نابجا ناراحت شد، ولی حال منم بد میشه. من از خودم دیگه راضی نیستم. چرا؟ چون توجه طرف مقابل رو یاد گرفتم که به معنای احساس ارزشمندی درونی من باشه. خیلی جالبه بدونید حدیثی هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم. حدیث معروفی است به نام 7 سنین. تو اینترنت بزنید تمام اطلاعات حدیث، منابع و رفرنساش برای شما میاد. پیامبر میگه بچه 7 سال اول پادشاهه،
پادشاهه یعنی چی؟ یعنی شما به پادشاه میتونی به اعمالش گیر بدی. میتونی بگی پادشاه ها این تصمیم شما به عنوان مثال برای لشکرکشی دقیق نیست، باعث میشه ما شکست بخوریم. ولی نمیتونی به ذات پادشاه ایراد بگیری. مثلا بگی پادشاه ها شما بدی، شما کم عقلی، شما نادانی، شما بیخودی. به ذاتش نمیتونی گیر بدی. اگر گیر بدی پادشاه تو رو تنبیه میکنه. بچه 7 سال اول عزیزان پادشاهه. شما به اعمالش میتونید گیر بدید ولی به ذاتش نه. برخی از مخاطبان ممکنه بگم خب آقای دکتر اگر ما بهش گیر ندیم، اگر ایراد ازش نگیریم، بچه همونطور کار بدش رو ادامه میده. مثلا تو مهمونی فحش دادنش رو ادامه میده. مثلا توی منزل جیغ زدن، پرخاشگری، پرت و پلا کردن لوازماش رو انجام میده. شما مادر اگر آشپزیت خراب بشه دوست داری همسرت بهت چی بگه؟ مثلا بگه تو زن خوبی نیستی، در انتخاب تو اشتباه کردم، آشپزیت بده. زمانی به تو افتخار میکنم، زمان حال خوبی نسبت به تو دارم، زمانی از انتخاب خودم راضی هستم که تو آشپزیت خوب باشه، پوششت اینطوری باشه، رفتارت اونطوری باشه، با مادرم با خواهرم اینطوری رفتار کنی. شما چه احساسی بهت دست میده؟ شما چه حالی تجربه میکنی؟ اما اگر شوهر به شما بگه تو عشق منی، من تو رو دوست دارم، تو عزیز دل منی، حتی اگر غذات بسوزه باز هم من تو رو دوست دارم، حتی اگر محل کارم مثلا ما رو رستوران دعوت کرده بودن ولی با تو بتونم یه کوکو سبزی ساده بخورم باز هم اینو ترجیح میدم. تو برای من اهمیت داری، ذات تو برای من مهمه، شخص تو برای من مهمه. تو این حالت چه احساسی رو تجربه میکنید؟ تو این حالت چقدر دوست دارید غذای مورد علاقه همسرتون رو تدارک ببینید؟ وقتی یه نفر میاد ذات شما رو مورد حمله قرار میده عزیزان، موجود انسانی فقط یکی از این دو راه رو میپذیره. یا شروع میکنه به دفاع کردن و یا شروع میکنه به حمله کردن. مثلا در فضای دفاع شما ممکنه به همسرت بگی وقت نداشتیم، شما یک دفعگی اومدی، تعداد مهمونا زیاد بود، لوازمی که برای آشپزی تدارک دیدیم مناسب نبود، اینها باعث شد غذا خراب بشه. و یا ممکنه دفاع نکنید بلکه به همسرتون حمله کنید. یعنی شما هم به همسرتون بگید منم از انتخاب خودم اشتباه کردم، منم نسبت به شما اون رضایتی که میگی ندارم. اگر شما از رابطه من با والدینت ناراحتی، منم از رابطه شما با والدین خودم ناراحتم. حمله به ذات چه در دوران کودکی چه در دوران بزرگسالی یا باعث میشه فرد بره در لاک دفاعی و از خودش دفاع کنه و یا به شما حمله کنه. خروجی مثبت دیگه‌ای نداره. بنابراین عزیزان اگر ما میخوایم حال خوب داشته باشیم، بچه هامون در دوران بزرگسالی احساس ارزشمندی سالمی رو تجربه کنن، موضوع توجه مثبت نامشروط که هم در منابع دینیمون اومده، حدیث 7 سنین، و هم در منابع علمی اومده. همین واژه رو تو اینترنت بزنید، Unconditional Positive Regard، توجه مثبت نامشروط، کل اطلاعاتش میاد که این مؤلفه این موضوع اهمیت خیلی زیادی داره. طبق روال برنامه‌های قبلیمون یک تمرین عملی هم برای این قسمت برای شما عزیزان تدارک دیدیم. به جدول نگاه کنید. ستون اول رفتار اشتباه فرزندم. نمونه‌هایش رو بنویسید، قشنگ فکر کنید. حتی میتونید به شکل انتزاعی و فرضی برای خودتون نمونه‌هایی رو یادداشت کنید. اگر بچه من فحش داد، اگر بچه من بدونی که به جلوی پاش نگاه کنه مثلا اصلا وسط سفره رد شد و غذاها پخش شد، اگر فرزند من پرخاشگری کرد، اگر فرزند من بی موقع تلویزیون رو روشن نگه داشت و خواب بهنگام نداشت، اگر فرزند من مسواک نزد و رفتارهای اشتباه فرزندم.
ستون دوم قسمت تایید کردن ذات فرزنده. تو قسمت قبلی توضیح دادم حتما مدام باید این پیام رو به فرزندمون بدیم که ذات تو پاکه، ذات تو قشنگه، ذات تو دوست داشتنیه، تو نفس منی، تو گل منی، من تو رو دوست دارم. تایید ذات فرزند. و اما ستون سوم نقد منصفانه رفتار اشتباه فرزند. چرا میگم منصفانه؟ چون برخی از والدین که کمالگرا هستن، کنترلگر هستن، اضطرابی هستن، بچه مثلا یه اشتباه اینقدری کرده ولی سرزنشی که بچه رو میکنن خیلی سنگین تره، خیلی بزرگ تره و بچه احساس شرم و گناه و اضطراب و استرس و حال بدی میکنه که اصلا با اون خطایی که انجام داده همخوانی نداره. ستون اول نمونه رو دقت کنید. به عنوان مثال ستون اول رو دقت کنید. به عنوان مثال فرزند شما داره فحش میده، کار بدی میکنه، درسته؟ شما باید چیکار کنید؟ اول از همه طبق مؤلفه علمی Unconditional Positive Regard که گفتم خدمتتون، حدیثی که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن بچه 7 سال اول پادشاهه، گام اول ذاتش رو تایید کنید. تو پرانتز این کار رو در بزرگسالی هم انجام بدید، بالاخص برای همسرتون ذاتش رو اول تایید کنید. عزیز دلم، گل بابا، ناز مامان. یعنی اولین پیام رو به بچه بدین که تو پادشاه منی، تو پادشاه منی، حدیث 7 سنین. و بعد بریم روی رفتار. این کار اشتباهه، فحش دادن کار درستی نیست، جیغ زدن رو باید قطع کنیم. اول ذات رو تایید کنید، پیام تو پادشاه من هستی رو به بچه‌تون بدید و پس از اون نقد منصفانه رفتار رو انجام بدید. یادتان باشد این پیام رو مدام به فرزندانتون بدید که ذاتشون خوبه. حتی اگر رفتار اشتباهی انجام بدن، این به معنی بدذات بودن، به معنی ناشایست و نالایق بودن اونها نیست. رفتارشون اشتباه بوده، ذاتشون همواره پاک و خوب و معطر هست. خیلی جالبه بدونید و حتما شنیدید خداوند مهربان و تبارک و تعالی هم میفرماید 100 بار اگر توبه شکستی بازآی. یعنی خدا داره این پیام رو به من و شما میده، ذات تو رو من دوست دارم، بنده من، تو خوب منی. اگر اشتباهی کردی اشکال نداره، توبه کن، برگرد، ذاتت خوبه. انشالله در قسمت بعدی میخوام برای شما بهترین ابزار آموزش به کودکانمون برای اینکه با دنیای پیرامون خودشون آشنا بشن رو خدمت شما رونمایی کنیم. در پناه حق باشید تا قسمت بعد.